افسانه شیرهنگ. بود نبود خری بود، صاحبی بیرحمی داشت که از پگاه تا بگاه کار میفرمود و به وی خوراکی درست نمیداد. خر خواست که گریخته خلاص شود و همین طور هم کرد. رفت در دامن کوه علفزاری دید. غم دنیا را فراموش کرده چریده گشت. روزی یک شیر از کوه فرآمده خر را دیده حیران شد و بجرأتانه پیش او آمده پرسید: من مثل تو حیوانی را در عمرم باری نخست میبینم. تو کیستی؟ چه نام داری؟ اینجا چه کار میکنی؟ خر سخت ترسیده بود، از جان خود امیدش را کند، اما سیر بوی نداده خود را دلیر گرفته گفت: من یک بهادرم. کسب من نیست و نابود کردن جنسی گرگ است. نامم شیرهنگ. خر وقتی جواب دادن به سر و پای شیر با دقت نگاه کرده از دل گذراند که این جانوری نامدار که زورترین درنده هاست در دلش نقشه چخل پاره کرده خوردن او را میکشد. از این فکر او به دهشت افتاده با تمام قوتش آوازش را سر داده هنگاز زد. چنان هنگاز زد که کوه و صحرا لرزید. شیر سخت هراسید و رو به گریز آورد. به پسش نگاه نکرده میگریخت که از پیشش گرگ برآمد. ای شاه جنگل، گفت گرگ، به تو چی شد؟ از کی ترسیدی؟ مگر به صیادان سلاحدار خونخوار روبرو شدی؟ ای گرگ نپرس، گفت شیر. شیرهنگ نام یک درنده پیدا شده است. نعره‌اش زمین و زمان را به لرزه می آورد. اگر نمی گریختم به خیالم مرا پاره پاره می کرد. کنی به من نشان ده آن شیرهنگ را، گفت گرگ. بینیم چی درنده است. شیر در حالی که دلش می لرزید ترسیده از کوه فرآمد و خر را به گرگ نشان داد. خر با سری خم و بی پروا علف کنده می خورد. گرگ قاه قاه خندیده به شیر گفت: ای وای بر حال تو بر این بهادری بهادران، با همین دل و گردت چی خیل خود را شیر گفته گشته ای؟ وای شیرهنگی که تو دوچار شده ای یک خری مقرری است. این خر از من گوشت قرضی دار است. رفتیم داشته میخوریم، تو هم سیر میشوی و من هم. نه خودت رو، گفت شیر. من صد شکر میکنم که از آن خلاص شدم. گرگ گفت: این طور باشد، تو همونجا تماشا کرده است. بین من رفته چه خیل این شیرهنگ را داشته پاره پاره میکنم. گرگ تازان پیش خر آمد. خر او را دیده سایه دیوار بر این شخ شد. بعد یک نفخ کرده خود را به دست گرفت و به گرگ سلام داده و تعظیم کرده گفت: ای شاه گرگان، می بینم که تو می خواهی مرا پاره پاره کرده بخوری. اختیارت، مرا علاج خلاصی نیست. لیکن تو نغز می دانی که گوشت سخت پیری خر لذتی ندارد. همین رو هم می دانی که پدر و بابایان تو فقط گوشت گوسفند و آهو می خوردند که از خوردن گوشت خر آر می کردند. من آر نمی کنم، گفت گرگ. من تو را همراه آن شیر که تو دروغ گفته او را ترسانیده گریزانده ای می خورم. خر گفتم که من در اختیار تو تنها میخوری یا همراه شیر، این کاری توست. لیکن به تو یک پیشنهاد دارم. تو تمام عمر پیاده یعنی با پای خود میگردی و از راحتی سواره خبری نداری. آدمی زود برای آنکه به ما سوار شده گردد غمی آب و خوراک و جای زیست زندگی ما را میخورد. آنگاه به ما سوار شده هر جا خواهد می رود و از عذابی پیاده گردی خلاص می شود. تو هم اقلا یک بار لذتی سوارگردی را چشیده بین. گرگ گفت: تو می خواهی که من به تو سوار شوم؟ خر یک نشسته بین از تو چی می رود؟
گفت خر تو در پشتم، من اسیری تو سوار شو، بعد میفهمی که سوارم چه راحتی دارد. همین رو هم باید گویم که من 3 نوع گشت دارم: یورغا، لوک لوک، چرخس. چه معنی دارد این گشت ها؟ گرنگ شد گرگ. خر جواب داد: یورغا میده قدم زده چون آب روان آرام رفتن. لوک لوک همین خیل قدم میزنم که پشتم پیوسته بلند میشود. چرخس تیز با سرعت با دوار میتازم چون آهو. سخنان خر هوس گرگ را آوردند و وی در دلش گفت: خیر یک سوار شده بینم، در واقع چه ضرر میبینم؟ خر در زیر من هر وقت خواهم میخورم. همین خیل فکر کرد و به خر سوار شد. خر اول یورغا میده قدم زده سبک و روان رفت. گردنم را سخت دار مبادا نرفتی گویان لوک لوک دوید. سپس به گرگ گفت: اکنون نوبت چرخست، پایهایت را به شکمم چسبان و چشمانت را پوش که با سرعت میدوم. اگر چشمانت را نپوشی راه به نظرت به عقیب دویده ایستادگی بر این می نماید و سرت چرخ میزند. گرگ چشمانش را پوشید. خر چرخه زده سوی ده دوید. آدمان در بالای خر گرگ را دیده بیل و کلند و کلتک و تیشه و تبر گرفته گرگ را احاطه کردند. این همان گرگی که گوسفندان دنبه کلان مرا برده بود، گفت یکی. این گرگ گوزی مرا خورد. گفت دیگری: گوساله مرا هم همین گرگ خورد. گفت سومی. گرگ خود را از بالای خر پرتافت و گریخت. میگریخت و کلتک میخورد. سرش کفید و پایش شکست. یک گوشش به دمی تیشه برخورده پریده رفت. به همین حال یک علاج کرده خود را به صحرا رساند و خونچکان به سوی کوه گریخت. شیر او را به این حال دیده خنده آمیز نعره کشید و گفت: چه خیل بوده است مزه گوشت خری که تو آن را پاره کرده خوردنی بودی. گرگ آه کشیده گفت: وای از آن خران من میدانستگی نبوده است. وای در حقیقت شیرهنگ بوده است. انا همین بود افسانه شیرهنگ.